چجوریه؟ 1700 تومنم شارژ میگیری. 10,000 تومن آره؟ بله 10,000 تومن شارژ میگیریم آره؟ 10,000 تومن حسابه اون 700 تومنی که ازتون کم میشه الان. یعنی 9,300 تومن برنده میشیم؟ نه 10,700 تومن برنده میشیم. 10,700 از حساب کسیش دوباره برمیگه. 700 هم بابت اون چیزی که نظم ارتباطی که انجام میگیره به بابت اون. درست فهمیدم. بعد من سیم کارتم باید ثبت نام شده باشه مهم نیست. سیم کارت به اسم خودتونه؟ به اسم خودم آره. اون مشکلی نداره. مشکل نداره ثبت نام شده است. بعد برای طرحش بخوام فعال کنم یه طرح میخوام فعال کنم بعد چیکار کنم قربان؟ اون طرح بعد اینکه چیز کردی طرح آبیه. بعد اینکه شارژ شدی میتونی طرح آبی یا قرمز کنی. بعد از اینکه به صورت طرح قرمز به صورت یک هفته‌ایه که 3,000 تومان ازتون کسب میشه. درست. طرح آبی هم به مدت یک ماه که 3,000 تومان ازتون کم میشه در 70 تومان. آها پس این خیلی بعد من یکی دو تا از دوستانم اونا هم مثل که برنده میشه اینا بعد هر چند وقت قرعه کشی هست من شارژم بیشتر بشه چون من مصرفم خیلی زیاده. بستگی داره به طرز صحبت کردنتون که اگه مثلا ماهی بیشتر از 10,000 تومان استفاده کنید جایزه هم به شارژتون اضافه میشه که حالا اون بستگی داره به اداره که چجوری باید چیز کنن. آها بعد بفهمید که پس اینو الان دوباره من ارسال کنم آره؟ بله اول شماره ایرانسل بعد این صندوق پستی هستش آره همون صندوق خود ایرانسل و دیگه مشکل نداره چون من یکی دو تا از دوستان میگفتن که امکان داره مثلا کلاهبرداری باشه من ترسیدم بخاطر اون خدمت شما تماس گرفتم. عزیزم ما اینجور چیزا چیز نمیشیم حالا شما 11 12 میفرستید به خود چون شماره خود ایرانسل ارسال میشه خوب براتون اومده تو پیام کوتاه براتون ارسال شده بود دیگه آره احسن میام خیالم راحت بود چون شماره ایرانسل میومد دیگه خیالم راحته. عزیزم خودتون میدونید چیز کنید ارسال کنید نمیخوایدم درست بعد بفهم میشه که این پیام رو ببخشید میشه که این پیام رو جا کنیم تو کست خواهر شما یا تو کست مادرتون؟ من اونجا هم عرض کردم کسکش ترک تو فکر کسخل گیره بودی ترک خار کسه ای کسکش ای خواهرت رو گاییدم ای ترک ای کسکش ای خواهرت رو گاییدم ای کسکش ای خواهر کسه بازم کیره رو خوردی